بتراش ای سنگ تراش، بتراش ای سنگ تراش، سنگی از معدن قبل بر مزارم بتراش. بنویس ای سنگ تراش که عاقبت شدم فداش. بنویس ای سنگ تراش تا بدونم عمرمو دادم براش. بنویس تا بدونم عمرمو دادم براش، عمرمو دادم براش. روزی آشنای ما رو تنه درخت بیر، عکسی از چهره زیبای نگارم بنویس. روزی آشنای ما رو تنه درخت بیر، عکسی از چهره زیبای نگارم بنویس. بنویس ای سنگ تراش که عاقبت شدم فراش. بنویس تا بدونم عمرمو دارم براش، ای سنگ تراش جور باشه بچه خاله جای بچه بالا کی در چین جان بالا کی خاله اشتنش خاله نیم اتاق خواه جادی بیتاش بسمه دیگه بابا دیگه فش پیشه دیگه اشتنی که جو شکر لنگا مول بارکردیم دادی لنگا مول بارکردیم ما میره گیره تو کار داره بچه مول نوشی جان شما خیلی کار داری کجا بیدیلی سنگ شیرفایه خونه بدون کاری کار داره دیمونیرش بیدی دیگه یا گیره بچه خواهی آواز یا تو خودی کنی تنیو بخونن یا تنی میگی بله شکر دیگه برای از دیگه پا نگه مردم میگم دیمونیرش بیدی حال مردم میگن خیلی باشه ما با بالا وقت داریم اون در کجا خواه چند کلیو گفت داره نانه بیا که عباس آمده بچه خواهد شما عباس آمده نانه بیایی سال به دوازده و نانه که چلیم کمی کجا میباره چلیم دیگه دست نمید تدله و آلوت هم خیلی باید چی که من رو بیان درم بودرون پالشتنه اشتنی خاله خوبی بخیری شکر یا خاله من که بروز نمیستم سه که عطاس بدم میرم خونه میتونم در من خبسته میکنم او خیال دیازاد بخور بشی بگو خاله خود چی کار داری دل مخوری چیگه وقتی بشی خور آزاد بود تونی که برم دنیایی خربزه خود لموسا تا هم خور کردم نه تو بگذار کنی بچه خوار ببین آمده چی باید چی میگه تو گم کنی میگذاری آسمونه و بیانه بشود چند کلمی گفت میخواره حالا روزی که این پیام دار شده زندگی گرفتم کار اشتباهی که بکردم خب خیره هم هر کی به خونه هم میایم مادرم تنه میده مادرم بیچاره همین در روز تا هم شم گریه میکنه خدا نه خاله خب خونی جیگر ما بیانده به شما گفتم بیایم چرخ بریم تا سلام ها این مادر بکرم دلدلی بدیم بگیم گریه نکن خیلی حاله تو هم مایه ایرم مایه ای خاله حالی که دیره با دست مادر همه شد حالی ما برو با مادر که دلدلی بگم چی بگو با مادر تو بگو بگو تمام همین منطقه همه خبر شده جدی هم کدوم اگه من بگیرم بگم شما نگه پا نزنید حالی وزن خوش میشه چکار شده؟ دیره به دست مادر عروس افتاده دیره؟ مادر عروس؟ افتاده دست مادر عروس؟ روز اول دیره مادر عروس بشین دیره مادر عروس میخونه تا وقت بگیرم تا باشون نگیتن این کار خوب مادر عروس نه دیگه گونی وقتا میرسی که سر زمینه کامیزون بیارده که نمختر کدوم تابوتو برکم سر من خراب که یک چنین کشیده کلیم بطلتی نه دیشب بیشی خوشت نبردم خوشت کرای میکنم یک چنین میشه ما دیگه چکار کنم ما بگم من خاله جو سیکو من چی بگم تو با ما بگو من مال برو با مادر تو بگم
به پیار تو بگو پیار تو بعد روز اول فکر میکنه زن خوردش زندگی خوردش چرا خودت بدبخت میکنه خیلی باشه اونم نفر میفهمه زندگی نمیکنه حالا مادر رو دوست داشتون گریه میکنه خب برو بگو بابا در بگو دیره دست مادر عرف کشتو یک چیز دیگه رو تو بگم خدا نکنه خالقی گپ به زبون میزنه کار فکر که یک کلمه دیگه نمیده از این خونه به این خونه از این جیب از این جیب گپ باش میشه هر کس به من میگه خواهد تو چیکار شده که تو ماتو دیوانه زن کرد خواهد تو چیکار شده که تو ماتو دیوانه زن کرد خواهد تو پیر نبود جوان بود تو میگو گیلک بشی با یاد خدا بشی گیلک تو دیگه چی رو من مادر با کجا کن یک داره که با رو بزن من میره با هر چی تبله بزنید تبله چند روزی کنه خونه شما برو حالا جان تو شما خواه شما بیان یک چرخ فعلا خیلی باشه نه که بگم هیچی نمیشه بشه حالا این بفروشی فکر نمیگه طرف چه پرده این بفروشی یعنی باشه میبینم روز دیم مقام بگم امیر یک روز خواهی که تو یک شب تو بساب گریه میکن بفروشی میره بخون چی بفروشه؟ سه بخاله بفروشی برای ما رو به پیشکش درد بده خیلی تیزی سه بخاله خور بگدم تو برو بخونی خوب من آدمی نفرین چاشته بزین و تیار کنم من پیشید و میخواستم یه میره به اینجا میگذارم که اون صبح خوب بخونه بیا بیا چاشته هم بخوریم ما بخوریم یاد خال سلام زیده چیزی تو بده تو بیچک بکن یکی دل تو مای نانی دیشتی بشی خدا دل تو مای نانی دیشتی بشی دل تو مای عشقی بدی تو نانه نوشتی آنه خاله از اون میذارم که پیالی چای به بچه خاله خوبیه و دانست دارم نه بکن کش پس ما خدا خون شما بره یه به شیشتی خوندن میکنی حالا جان ما میرم وقت گیلک ما وقت ندارم برای و چه خاله خوب بگردم حالا جان میرم ما تو برو خود گل چا بیایم مدام کار دل داریم بگه بره بگه نکنه خیلی آده البته مادر تو با مردری کار بگره توی دل دلی تو سعی کن بینه تو خاله توره تو با خاله خیلی گپی میزنی اونا تو میگه دل دلی با مردری این کنو تو بچه خودجو کردم منی میگه چرا گیلم امروز ما رو امروز بابا فهمو وقتی تحریفی کنه بعد من آخی با پیار از اینا دیل اینا تریش پیار ایزان که تو میگه کار مخالف کنه خدا کنم از سر چیز خواهش کنم سکنی پیار پیرمرد از این سکنی قدم به چک جمع نمیشه این بره تو روز خود نشده میگن چی میگن 37 سال زن از خود مادر عباس خودتر خب نه لیتا نه بعده بچه خاله تو نکنه مادر دست مادر عروس افتاد متعالی فقط گپ بزن زن کنم میگم دیگه به دست مادر عروس افتاد نباشه یلچینی برو رفیق برو میگه سر خود بگه خوش کنم این دست میشم برو وقتی رات خیلی نه کوکنی برو داخل برو سر زمین برو آقا دیشب در روی خوشحال آمدم این آتش کنه خلاص شما میرم دیگه به دست مادر عروس افتاد گل بادام من تو باشی یار جان جام نارنجی گلیم رخسار نارنجی به سر عقل و کمال من تو باشی یار جان جام نارنجی گلیم. السلام علیکم و شکرشترین جان جور خیریاتی خیلی تبریک باشه چشما شما ریشه مبارک باشه میگن زنده یکی کردین که 25 سال شما خودتره چی رقم ما باشه گور با شما که سندی شما گذاشته حق زن کردن نبودیشته شو که زن کردی به تو چی مربوطه؟ های زن کردم به شما مردم کوچه چی مربوطه؟ آخه اشتما ما شغل به ما چی ربطی داره خو یعنی میپرسون خوشحال چی آخه شما زن دیوم کدی یکم بومد این 100 تا شما مثلا 90 سال یا 80 سال یا 70 سال رو سید شما نه 3 تا زن بخونی شما برفته این گپ کمیه مته که 5 تا زن میکنه 7 تا زن میکنه آخه 4 تا بابا شغل نباره آخه به شما چی مربوطه دایره باز بفتاد به دست مادر عروس آخه به شما چی کاره من زن کنو خوب کاره کنو یعنی ما مادر عروسم که دریه بفتاد دستمه نه مثلا میگم که من هر کس به من میگه با زن کنی زن میکنون دیگه بابا شغل یک وقتی بشه که آدم از شما اخلاق خوبی ببینه ها میگم اخلاق به دست شما کار داره شما مگی خیلی بد اخلاقی ما زن کدوم اختیار خود دارن لالا به شما چی کاره با دایره بفتاد به دست مادر عروس
بیانی ماما شکر نه مداری به کوچه دیگه نداری. واه ماما شاگل سلام علیکم. اشتنی یا پایت یار هستی؟ خوبی کیاری؟ دخول هر روز که زن کردیم ماما شاگل دخول فوکس شما بگشته ای رختان نوی واسکات نوی لنگی نوی شک یک تک شوشته و روفته. میگم پرسیدن عیبی نباشه نورالله دق نشین. به شما چی کاره که من زن کردم نکردم آخه اختیار خود دارم به شما چی مربوطه؟ من ایرون به همون نفرم همون نفری که به شما زن داده شما یک زنی هم داشتیم زن شما نام خدا جوان جاهل پیرم نبود که افتاده باشه مثلا دیگه پخته کرده نتونه چای دم کرده نتونه تا خونی جمع جوری کرده نتونه بازم شما براتین بالی از این مسلمان یک زن دیگه هم بیاوردیم این راز جوانی همینه. بگم برادر هم آدم زنی به خود جوان جاهل هر کار خدمت میکنه زن میکنه زندگی هم میکنه یعنی آخه با شما کاری نیه با دیره افتاد به دست مادر عروس. ماما شاگل یک گپا میزنی که خدا را چی بگم مرتکه مزر نمیفهم که دختر خور بدبخت روزگار کرد. چرا چی میکنه؟ دارایی ندارم پول ندارم جادات زمین ندارم چی ندارم کاکا برو برات کار خورو هر کس میمیره برو بابا. یار خدا نکنه که این برار مکجیرم به جای بره. تو سه که 2 ساعت می ری کردم که تو برو به سرا زودتر 1000 پول بیار که من میرم به شهر بینم که ناوقت شده مرکبم پیش این بوزا خوب بوشونده دیت علاج نداره کی بیاه خدا میدونه بابا تحت با یکیر بدیده با شروع کرده به اختلاط یالا نمیده که یادی نمیاد که بابا من برار مبرد یک کار ری کردم من مگر پولم زودتر بیایم کار فرض گفتم سنت گفتم یا خاصیت داره کور به سرا ری میکنی که برو به 10 دقیقه بیا میره میشینه به سرا یا پا تلویزیون میشینه یا میره میشینه پیاله چای میخوره آنه حالا بیام بیا دیگه زودتره دیگه خوب گفتم تو را به من میدن تو چی میگی برار جو رد از این خوندن ها ریلکو نمزاددار نشدی عروسی پیار تو باشه با تو گفتم برو از سرا از به پول وده که میرم به شهر میرم بیار از زودتره که ناوقت میشه. خب همین چند دیر کار داره شما به خدای کریم و رحیم تو بردون یک چیز دیگه لولو با مشاغل که خبر دارین زندگی کرده اول بدیدون خب بریو تبریکی گفتو امیزه میکنه میگه خوب شد دیده بفتا به دست مادر عروس تمام شهر چه بیناختیم بابا زن کردون به شما چی ربطی داره شما مگر خدا نکنه گپی باشه تمام افغانستان چه بینادین این کارو خوبیت نداره هر ایتا بدیش به ما خب من که به تو میگم برو به سرا با 5 دقیقه چوب ما من که به تو میگم برو به سرا با 5 دقیقه بیا که من کار دارم میگی چه کار و فلانه میری وقت خود ضایع میکنی برفتی به پیش ماما شاگل شروع کردی به چرن گفته او هم به تو یک سره تبرقه گفته و که من چون دایره و دست مادر عروس رفته خود راست میگم تا که اون مرد مسلمان زن کرده اختیار خود داره گپ افتاده و دهن مردم دی افتاده یلا نمیدم رد گپه آره گلول اختیار خدا چی کار داریم من کار مردم که کار نداری میگه با کار کسی کار نداری چی که داری بریم شما بریم ورده سالت برو اون سولارا روشن ماما ایدگل سولارا روشن ورده اکبر برار ممی سالت او کو بیار به پیش ایمونه ایمونا برسره شیشته بری وار نوردی حالا با چیش میشه خود که اینجا از صبح تا به شما می 4 تا بوز میچرونی علاف اینا هم به جمعه اما میتونم او بیارم خواهده میدم میاریم پیش میای اونا مقشکین سو شما سواب نگفته میدم میای این ساعت میای که ناوقت میشه بریم شما بریم سال تا برده برو همون سرسک اینا همه به خدا توشنگی ایدک نکشه برو بیا از این هوا گرمه گستنده همه لاغر تو